سلام خدمت همراهان عزیز. اینجا چنل سایک مستر. خوش اومدید به این چنل. اول از همه خودم معرفی کنم. حسین سلمی هستم، دانشجو رشته علوم شناختی در دانشگاه علامه. راستش هدفم از به وجود آوردن این چنل اینه که بتونم، یعنی امیدوارم بتونم که بر علم حالا مخاطبینم اضافه کنم. حداقل یک موردم شده که بهشون آموزش بدم، توضیح بدم و در کنار همدیگه مطالب جذاب و کاربردی روانشناسی لذت ببریم. هدف دیگه ای که حالا هدف شخصی خودم هست اینه که یک سری مفاهیمی که شبه علم هستن به اصطلاح اونا رو به چالش بکشم، نقد کنم. همچنین کتاب هایی که مطالب زردی رو دارن منتشر میکنن رو معرفی کنم و اونا رو هم نقد بکنم، چون که روانشناسی همونطور که میتونه به جامعه کمک کنه به خاطر حالا جنبه کاربردی بودنش، علمی بودنش و جذاب بودنش، همونطور هم ممکنه به جامعه آسیب بزنه، چون ممکنه در لباس روانشناسی یک سری مطالب جهتدار، شبه علم و به طور کلی زردم منتشر بشه و این روزا حالا تو شبکه‌های اجتماعی مقدارش هم کم نیست و این صرفا حالا به جامعه خودمون هم مربوط نمیشه، بلکه کل دنیا هم نمونه هاش هستن که یک سری مطالب انگیزشی و زرد و غیر علمی رو دارن رواج میدن. همچنین من یه پیج در اینستاگرام دارم با همین اسم، سایک مستر، که حالا آدرسش رو در داخل دیسکریپشن قرار دادم. خوشحال میشم که فالو کنید و چنل اینجا رو هم سابسکرایب کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. حالا یه خورده میخوام بیشتر در مورد اینکه چه نوع محتوایی میخوام بذارم توضیح بدم. محتوایی که میخوام بذارم شاید تا حد زیادی مشابه هم محتوایی باشه که تو پیج اینستاگرامم گذاشتم، ولی خب با این تفاوت که میتونیم تو این فضای اینستاگرام هم بهتر توضیح بدیم، همین که به طور عمیق‌تر و مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم و حتی زبان ساده‌تر حتی بشه در موردش صحبت کرد. یه سری محدودیت‌های حالا تو اینستاگرام هست که تو یوتیوب وجود نداره برای توضیح دادن یک سری مفاهیم. البته خب چنل های زیادی هستن که در این رابطه با روانشناسی کار میکنن، ولی خب من اینجا خیلی قرار نیست چیزهایی که به اصطلاح تو دانشگاه دارن آموزش میدن و بیان دوباره اینجا بازگو کنم و در موردش توضیح بدم. مثلا اینکه تئوریای رشد روانشناسی بیارم اینجا دوباره توضیح بدم، راستش برای همه مخاطبین هم شاید این مناسب نباشه. اگه لازم باشه قرار میدم، ولی بیشتر تمرکزم تو محتوایی که تو زندگی روزمره ما هم جریان دارن. یک سری چیزا هستن که یک سری خطاهای شناختی یا به اصطلاح چیزایی هستن که برای همه ما ملموسه، باش آشنا هستیم، چیزی که میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه قرار باشه مفاهیم حالا دانشگاهی این رشته رو همش بیام توضیح بدم، چیز خیلی جالبی در نمیاد به نظر خودم، ولی خب اگه لازم باشه در آینده شاید این کار انجام بدم، ولی اولویتم با قرار دادن اینجور مطالبی هست که گفتم. که تا اینجا ویدیو به همراه ما بودید، خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید تا جدیدترین ویدیوها رو براتون نوتیفیکیشنش بیاد. در ادامه حالا به مباحث خیلی زیادی خواهیم پرداخت. فکر میکنم برای این ویدیو هم این مقدار مطالب حالا کافی باشه. در ادامه حالا کارهای زیادی وجود داره که انجام بشه. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.